صفحات فیسبوک برین که پیروان رسول الله علیه السلام سر تجلیل میلاد رسول علیه السلام چی موافقینش و چی موافقینش ماشاءالله از چی اخلاقی برخوردار است. بگوین اول استغفر الله. تو موافق تجلیل میلاد باش، ما هستم بگوین الله اکبر. اما کسی مخالفش است دو نمیزن، اون برادرم است. تو مخالف باش، برداشتت قابل احترام است برای ما. استنباط تو عالم دین یا پیروی همو بزرگوارهایی که آیاتی را احادیث را دلیل میگیرند علمی گپ میزنند، آفرینشان، نوش جانشان. جهالت نمیکنند و نکنند، جهالت نمیکنیم و نکنیم. علمی گپ بزن ببینیم استدلال کی زور است، ببینیم دانش کی زور است، ببینیم کی تر مردم طرفدار معنویت بیشتر میسازه. اما نباید جنگ کرد، چون رسول الله علیه السلام رهبر اخلاق است. ما هم میگم رهبرم است، او هم میگه رهبرم است، تو هم میگی رهبرم است. خو رهبر به کل میگه جنگ نکن. اگر ما جنگ کنیم چی فرق از حزبا کردیم؟ حزبهایی که با هم جنگ کردن و انسانها را کشتن، از بین بردن، مگر ما میخوایم همون قسم شویم؟ استغفر الله بگوییم. در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز میگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید. دل هر کس بر جایی که میره، بر جایی که مینشینه، از هر کسی که پیروی میکنه او معلم است. تو هم عالم داری و ما هم الحمدلله رب العالمین عالم هستم. خیلی از دلایل به نزد ما است، اما که گفته نمیشه. یک دو سه تاش اشاره میکنم. ما اصلا در مورد رسول الله میخوایم چیزی بگویم براتون صلی الله علیه و سلم. و یک فرمول جدید را ولی ماشاءالله کسانی که نمیخواهند تجلیل میلاد رسول علیه السلام برگزار شود، یک فرمول نو پیدا کردن، بسیار خطرناک. مثلا سوال میکنند آیا تجلیل میلاد رسول الله علیه السلام ثواب داره؟ ثواب داره؟ بله. آیا این ثواب را پیغمبر علیه السلام میدانست؟ بله. اگر بگی نمیدانست خو از اسلام میبرایی. آیا رسول الله علیه السلام که میدانست این اعلان کرد یا کتمان کرد؟ اگر بگی که پت کرد اگر قطع خو کافر میشی، او میگه برد. اگر پت نکنی بگی که اعلان کرد، در کجا اعلان کرد؟ این سوال از اونا هست. ما قبل از اینکه جواب بگوییم سوال اول گفتیم که جنگ نمیکنیم، فکرتان است؟ قبل از اینکه سوال جواب بگوییم با جواب بسیار زیبا اول بگوین الله اکبر. خب سوال میکنم ولی ما از اونا این سوال میکنم آیا دستاربندی ثواب دارد؟ بله. همه گیتون بله بگوین ثواب داره دیگر است. ما دیروز دستاربندی داشتیم خود ما هم و او برادر راهی که منکر میلاد شریف تجلیلش هستن دستاربندی میکنن نمیکنن. آیا ثواب داره؟ بله. آیا این ثواب را رسول الله میدونست صلی الله علیه و سلم؟ آیا این اعلان کرد یا کتمان کرد؟ اگه بوی پت کرد خود کافر میشی. اگه بوی که اعلان کرد، در کجا اعلان کرد؟ بیار دلیل. که رسول الله علیه السلام گفته باشه که دیگاه پلو بار کنین، دستارای زیاد 30-40 نفر بسته کنین، خوب تقریر کنین تا بیگار مردم دیوانه کنین. باز کدام حدیثی اگر آمده باشه به همین شکل امروزی، بله یک حدیث است که یک صحابه را پیغمبر گرامی دستار بسته کرد، نگوین که خبر نداریم ما الحمدلله بگویم. یکی را خود بی پلو بسته کرد دیگه یک جای به این شکل است. اگر تو جواب گفتی ما هم جواب میگم. ما خود جواب دارم ولی به کار خود. بزرگوارا جواب من چیست؟ یک. دوم، شما تلاوت قرآن شریف دیدین؟ حسن تلاوت قاری صاحبو حسن تلاوت اشتراک کردین؟ چی قرآنایی نیست که ماشاءالله قاری صاحبو میخوانه. با افتخار حفاظ بگوین الله اکبر.
آیا به شکل امروزی همین قسم که در مصر و عربستان و افغانستان و ترکیه قاری صاحبا ماشاءالله قرآن میگن، مردم الله الله لست علیک ماشاءالله میگن، آیا این ثواب است؟ بله ببین، بله چطور ثواب نیست؟ آفرین این قاری صاحبا. آیا از این ثواب پیغمبر علیه السلام خبر داشت؟ بله. آیا این اعلان کرد یا پت کرد؟ اعلان کرد. در کجا اعلان کرد؟ بیار. در کجا اعلان کرد؟ بیار. در سعودی خداوند شما را بیت الله شریف برسانه، صدای ما رو مردمان بشنون. اونا در ختم رمضان شریف یک بدعت حسنه میکنن، مثل ما شما که در میلاد خب بیرون نماز از در درون نماز بدعت میکنن. چه قسم؟ در ختم رمضان که ختم میشه باز دعا میکنن، یک دعا میکنن که از این سلطان عبدالله و نمیفهم کی شروع تا وزیر و والی کلش نام برده دعا میکنن. شما خداوند شما را برسانه، ما در دعاشم که گرفتم اشتراک میکنیم، بگوین الحمدلله. شما مزه میتعشق میریزن. باز از علمای وهابی عرب پرسان شد که مثلا از ابن باز صاحب پرسان شد، از عثیمین صاحب پرسان شد که بزرگوارا این دعایی که شما میکنین در قرآن شریف حدیث آمده؟ گفت که نه آمده. گفت خیلی شما این را از کجا کردین که میکنین این دعا را؟ اونا گفت که این خود در حدیث نامده، اما علمای کلان ما همینطور کردن. پس ما از اون بزرگوارا میپرسم که از این دعا را ثواب داشتنش پیغمبر علیه السلام خبر داشت؟ بله. آیا پت کرد یا اعلان کرد؟ اعلان کرد. در کجا اعلان کرد؟ بر دلیل. وقتی فرمول وضع میکنی برادر عزیز وهابی جان من، پس فرمول پس سر خودت انداخت معنوی میکنیم. بیار جواب، بیار جواب. اگر کس بگوید که بدعت کنه دو قسم نیست، شما دو قسم که میکنین این پیغمبر علیه السلام نکرده که کرده. من حدیث بعدر میخونم، بگوین الله اکبر. خود رسول الله تقسیم کرده، بگوین الله اکبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. و او بزرگوارا چی میگه؟ ما که برشان بگویم، شما برشان بگوین که تراویح و پیغمبر علیه السلام 20 رکعت یا 8 رکعت به این هر شب جماعت کردن خو نخونده؟ آیا تراویح ثواب داره؟ بله. آیا پیغمبر علیه السلام ثوابش میدونست؟ بله. در بیت الله شریف هم 20 رکعت تراویح خونده میشه. آیا این را کتمان کرد یا اظهار کرد؟ کو همه قسمی که هر شب بخونیم اظهار کرده باشه؟ رسول الله علیه السلام حضرت عمر باز چی گفت؟ نعمت البدعت هذه، این چه خوب بدعت خوب است. باز اونا براتون چی میگن؟ منظور حضرت عمر بدعت لغوی است. چی میگن؟ ای برادران، ما اگر از نزدیکم بخوایم بشم دوستانه بدعت چی است؟ لغوی هست. ما برش میگم بیار حدیث که بدعت لغوی است. تو خو از حدیث قرآن زیاد میفهمی بزرگوار، قربانه که شوم. بیار حدیث که همین گپ حضرت عمر صاحب بدعت لغوی است. یعنی این حدیث بیار که بدعت لغوی هم بوده، یعنی خودی او تقسیم میکنه شرعی لغوی. حتی سلفی های محترم سعودی هم میگن بدعت دو قسم است، لغوی و شرعی. خیلی تقسیم که تو تقسیم میکنی لغوی شرعی. از منی بیچاره را که قبول نکردی بزرگوار من، حال معصر چگونه قبول کنم که قبول نکنم؟ بگوین الله اکبر. تماما برنامه های معنوی خوبی که هر کس بگیره من نگیرم او را قبول دارم. شاه عبدالله قدیلوی صاحب میگه هر بدعت حسنه ملحق به سنت مؤکده هست. حال فهمیدین؟ اصل موضوع را شروع نکردیم که وقتی ما میلاد نور بر ظلمت جوابم نگفتیم اینو سوال ها. تنها سوال پس برای خود بزرگوارا مطرح کردیم که شما که اینی کاره میکنین و این کارها در زمان محمد علیه السلام نبود، همان گونه که مجالس میلاد ما هم در زمان پیغمبر علیه السلام نبود. از ما که بدعت شد از شما چیست؟ اگر شما میگین که از ما بدعت نیست، پس ما قصه خشوع و عروس براتون میکنیم، یک بامو دو هوا. از شما سنتی که سنت نیست، سنت از ما بدعت حسنه، ما بدعت سیئه. بگوین استغفر الله ربی من کل ذنب. در عربستان یک قاعده جالب دیگه هم هست. خیرات های ما شما اینجا بدعت هست نه؟ در عربستان اونا عشا گفتن خیرات میکنن.
عشا گفتنی بعد از مرگ پدر البته 40-20 قید نمیکنن، اما فکرش میگم تهمت خدا نخواسته نمیکنیم. خیرات میکنن، مثلا مردم در شیخاشون اشتراک میکنن. همین سوال از اون بزرگوارا هم شد باز که پیغمبر خدا خبر داشت، اگر داشت در کجا گفته بود؟ بگوین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. و بعض برادران عزیز ما و علمای بسیار بزرگ ما بدعت تقسیم کردن. تقسیم ما شما قبول نشد، حسنه و سیئه که علما دلیلش بعدا میگم قبول نشد به نزد بزرگواران ما. علما از اونا میپرسیم شما که تقسیم میکنین بدعت للدین و بدعت فی الدین در کجا آمده قربان؟ رسول الله علیه السلام در کجا بدعت؟ خود شما میگین و ما همین کل بدعت ضلاله، نگفت که للدین و فی الدین، گفت کلو. منطق خواندین؟ سوره موجبه کلیه است. کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. خوی رقم میخوانی، خب من پس برای خودت بزرگوار میخوانم. وقتی که کل شد پس للدینم بدعت شد، فی الدینم بدعت شد، لغوی هم بدعت شد، شرعی هم بدعت شد، حسنه هم بدعت شد، سیئه هم بدعت شد. اینی را میگن علم. چی میگن؟ از من نیست، مطالعه کردم، این از من نیست. خواندم که برادر چی میگه، من بینا چی بگویم؟ جوانان مرا میپرسن آقای صاحب شما محفل میگیرین، این عشق دیده را ببین، این ذکر الله گفتن ببین، این سخنرانی ها و نصیحت ها را ببین، این توبه جوانان رو در محافل میلاد ببین، این مسابقات سیره در دستور رو ببین، این رویاهای عاشقانه دختران و فرزندان امت محمد مصطفی علیه السلام در شبهای میلاد رسول خدا رو ببین. میگه که این کارتان گناه است و فرمول وضع شده. نه این سال در فرمول قرن 21 نو پیدا شده، فرمول اول برای خودشان میزنیم. بزرگوارا شما هم که اینی کارهایتانه که شبیه میلاد ما هست میکنین، پس از ما اگر بدعت است از شما چیست؟ میاییم میلادی که بعضی از علمای مبارک مثل مفتی صاحب کفایت الله، مثل اشرف علی صاحب طحانوی و بعضی از بزرگوارا مثل مولانا عمر سربازی که متصوف هم است، بدعت گفته مجلس میلاد علیه السلام. کدام مجلس بدعت گفته؟ مجلسی که در هندوستان برگزار میشد، دختر و بچه یک جای رقص میکنن، رسول الله رسول الله. شما بگوین گناه است ثواب، اما ایتان بگوین چی است؟ گناه است دیگه برادر. اونو رو بدعت گفته، او مبارک از هند است، افغانستان نامده، او از این گپ میزنه و از پاکستان گپ میزنه. ما روز یک بزرگوار دیدم، یک موتر گلپوش جور کرده بود، در سرش عکس گنبد رسول علیه السلام مانده بود. گفتم ماجر را پاک کن صفحه فیسبوک. گفتم تو خود بریالوی ساختی؟ اونا همینطور جور میکنن، قطار سرکای زیاده را بند میندازن. یک کسی عامله دار است، یک کسی مریض است در پاکستان. اونو بدعت علمای محترم مذهبی و بزرگوار ما که بدعت گفته او را داده. حالا مجلسی که این مجلس فعلی ما علما یکی دو ما دیروز محفل داشتیم ماشاءالله. ما خب گپ میزبان بودم، سخنرانی نکردم. علمای محترم از بدخشان، از کابل، از شهر مزار شریف، واقعا بهترین سخنرانی را بسیار زیبا که همه اشکهای عاشقانه میریختن در مجلس میلاد محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دیگه نبود یگان بزرگوار میگفتم کجای همین مجلس شما بدعت میگین و گناه میگین؟ عشقش، تبلیغش، قرآن خواندنش، ذکر کردنش، عشق امت را ابراز کردن در حق محمد علیه السلامش را با این دلیلی که داریم و هنوز دلایل خود ختم نکردیم، باز هم من حیث یک طالب علم دین هر کسی که علمی گپ بزنه و مجلس میلاد علیه السلام نگیره برادرم است. بگوین الله اکبر. برش احترام دارم. خب گرفتن مجلس میلاد که فرض نیست که او ترک فرض کرده باشه، واجب که نیست که او ترک واجب کرده باشه، سنت که نیست مستحب است، بدعت حسنه است. و از همه ایتان میخوام بگوین که انما المؤمنون اخوه. هیچگاه با آسیاب یهود آب نریزانین، با آسیاب نصارا آب نریزانین، با آسیاب منافقین آب نریزانین. علما مشت واحد است. بگوین الله اکبر و دعا کنین که ای کاش همه علما همینطور بگوین و آمین بگوین، دعایتان قبول میشه.
یک مستحب مبارک ما میکنم تو نکن، تو نکن من میکنم، تو مرا بد نگو من تو رو بد نمیگم، اگر تو مرا بدم بگویی من تو رو بد نمیگویم. بگوین الله اکبر. چرا آرزو دارم تو میدان محشر به حضور زیر بیرق کی حشر میشی؟ بله محمد رسول الله علیه السلام. فکر میکنین که تنها ما و شما حشر میشیم و دیگرها حشر نمیشه؟ فکر میکنین که اما جنت میریم دیگرایی که هر چیز میگیم به زبان خود ما دوزخ میرن؟ بگوین استغفر الله. یا اونایی که این ما رو بدعتی بگوین و مشرک بگوین و زندیق بگوین و کافر بگوین و دوزخی بگوین، فکر میکنین ما دوزخی میشیم؟ 7 آسمان و 7 زمین یک طرف، 100 تا 500 تا ملا و مولوی و عوام چی میکنین؟ 1.5 میلیارد مسلمان چی میکنین؟ 7 آسمان و 7 زمین یک نفر کافر بگوید، 7 آسمان و 7 زمین، اما الله مسلمان بگوید بس نیست. بگوین الله اکبر. 7 آسمان و 7 زمین برابر یک ذره به حضور عظمت الله نیست. ما با آواز بلند دوباره تجدید میکنیم ایمان خود را مردم نشان میتیم و میگیم که لا اله، ما مسلمان بودیم خیر، الا الله محمد رسول الله علیه السلام. حضرت مفتی شفیع صاحب میگه به زیارت امام ابو حنیفه صاحب رفت، عالم عارف بالله حنفی، زیارت امام ابو حنیفه رحمت الله. بس پس که آمد یک برادر سلفی زنگ زد، گفت مفتی صاحب مشرک شدی؟ مفتی صاحب مشرک شدی؟ چرا مشرک شدم؟ تو به قبر میری؟ خب من به قبر رفتم دعا کردم، قرآن خواندم طبق پیغمبر علیه السلام، السلام علیک اهل الدیار المسلمین، این خواندم، انتم سلفنا و نحن بالاثر. گفت خود تو کلمه بخوان مسلمان نشدی، کافر شدی. استغفر الله. المفتی واقعا امت محمد مصطفی بگوین الله اکبر. گفت خب اگر تو به کلمه خواندن من خوش میشی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شاگردان مفتی صاحب با من خوش شوه، پیش الله من مسلمان بودم، مسلمان هستم و مسلمان خواهم رفت، اما با اون برادرم تبش خوش شوه. دوباره او گفت ذکر که گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. آمدم سر کل بدعت ضلاله. برادران عزیز یاد بگیرین، یاد بگیرین که بسیار علم خوب چیز است. کل بدعت ضلاله. او برای اونا میگم که هر بدعت ضلالت است. مولا علی قاری صاحب میگه که مخصوص البعض است، یعنی هر بدعت گمراهی نیست، بدعت بد گمراهی است. آیا مولا علی قاری از پیش خود میگه؟ نه خیر. حضرت رسول الله بلند بگوین صلی الله علیه وسلم در ترمذی شریف در جلد اول صفحه به خاطر نمیخوانم که ترمذی ها فرق میکنه، باز او اینجا خو نیست، هر کس به برش خط به خط نشان میتونم. بگوین الله اکبر. حضرت رسول الله علیه السلام در ترمذی شریف میفرمایند کسی که بدعت میکنه بدعتن ضلالتن. ضلالتن کی میگه؟ پیغمبر علیه السلام. کسی که بدعت گمراهی را میکنه او گمراه است. بگوین الله اکبر. و حدیث دیگری است در مسند احمد حنبل که حضرت رسول الله علیه السلام میگه، بگوین صلی الله علیه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هر چیزی را که جمعی از علما، عوام نه مسلمان ها، جمعی از علما به هزاران عالم کتاب داره در اثبات میلاد تجلیل مجلس میلاد محمد علیه السلام، هزاران عالم تنها کتاب داره. پس پیغمبر گرامی علیه السلام یک بار درود شریف برش بخوانیم، میگه که هر چیزی را که جمعی از علما خوب بدانند او خوب است. و در حدیث بخاری شریف چی میگه؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. طالب العلم متوجه باشید، نمیگه که هر چیزی که نو پیداست بد است، میگه که ما لیس منه، او چیزی که از دین نیست و بد است، یک گناه نو. کدام ثوابی که مثلا تبلیغ به یک شکل امروزی در رسانه ها، در رادیوها، ذکر کردن، قرآن خواندن، مسابقات قرآنی. یک جای رفته بودم شمپروان، مرا میمان کرده بودن،
مجلس میلاد پیغمبر علیه السلام 10,000 نفر جمع بود بگوین الله اکبر. یک مولای صاحب خیز گفت که این مجلس میلاد نگوین که بدعت است، مجلس سیرت بگوین. مجلس سیرت باز در گوش گفت و سیرت اثبات کو. اولا هوی فکرم نیست. گفتم فکر طبیعی حضرت 10 ملا صاحب خو حالی که تو مجلس سیرت نام ماندی این اثبات کو خیر. کل بدعت که شد خو سیرت هم بدعت شد خیر مجلسش دیگه. نفهم که برادران عزیز ما، خواهران محترم ما، در وقت اوج فتنه و فساد چی میخواین بگوین؟ در وقتی که نیاز است، فرض است که باید امت متفق باشه، نباید که این چنین سخنان